So nobody can compete with City in that. And I repeat, that's the only thing that I repeat because it's clear in my mind. If City is not guilty, the decision is a disgrace. If City is guilty, the decision is also a disgrace. In this moment, we are speaking about Man City, but in the past, other clubs were in a similar situation, and you know the results of it. So I think it's better to open the circus door and let everybody enjoy. This is a deep question, you know. I think sport is basically to win by respecting the rules. سلام میکنم خدمت بینندگان کانال یوتیوب باشگاه دانشجویان فوتبال و دنبال کنندگان مجموعه BDF یا باشگاه دانشجویان فوتبال. من سامان هستم و خوشوقتم که امروز در خدمتون هستیم با اولین ویدیو بعد از مرخصی پس از یورو. طول دوره یورو خیلی خوش گذشت با اون لایف هایی که داشتیم، آنالیز بازی ها رو داشتیم با دوستان مختلف، اما بعدش دیگه واقعا همه احتیاج به یه استراحتی داشتن. فصل تموم شد، بعدش هم یورو، منتها دیگه داریم وارد مرحله پیش فصل میشیم که با تمام قوا بریم و ترانسفر مارکت رو پوشش بدیم. اما قبل اینکه وارد ترانسفر مارکت بشیم، یکی دو تا بحث از فصل قبل جا مونده که به خاطر یورو نرسیدیم بهش بپردازیم و امروز میخوام یکیشو جمع کنیم. در واقع قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، مهمانهای برنامه یه سلام علیکی بکنن. اگر مثل همیشه بیننده این ویدیو هستید، کانال رو سابسکرایب نکردید، اون دکمه پایین رو فشار بدید و 2 ثانیه بیشتر وقت نمیبره سابسکرایب کنید. من امروز 2 نفر رو همراه خودم دارم، کیانوش و دانا. بچه‌ها یه سلام علیکی بکنید که من توضیح بدم مثلا قرار راجع به چی حرف بزنیم. اول کیانوش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزانی که وقت گذاشتن امروز دارن ما رو می‌بینن. خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام میکنم، منم خوشحالم که دوباره هستم در خدمتتون. امیدوارم که ویدیوی خوبی باشه. خب من حالا خدمتتون بگم که من امروز چه کار دشواری دارم. ما کیانوش رو داریم که خب توی این مبحثی که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم، که من بگم دیگه بحث در مورد باشگاه سیتی هست و قهرمانی پریمیر لیگش که 4مین قهرمانی پیاپیش بوده. اگه اشتباه نکنم 6مین قهرمانی در 7 فصل اخیر بوده. یه چیزی که اصلا اختلاف خودش رو با سایر باشگاه‌های پریمیر لیگ به طور کاملا واضحی به اثبات رسونده و در این حال یه سری حواشی همیشه دور و بر این تیم بوده. حواشی این که خب اینا دارن قوانین فرپلی مالی یوفا رو نقض میکنن، قوانین فرپلی پریمیر لیگ رو نقض میکنن، اینا قهرمانیاشون حقشون نیست و دارن تخلف میکنن و اینو دور میزنن اونو دور میزنن. در این زمینه حالا ما یه سری بک‌گراند بیشتری بخوایم بزنیم. اول از همه این داستان شروع شد با مقاله‌ای که خود من نوشتم که اصلا راجع به سیتی نبود. توضیح دادم که قوانین فرپلی مالی یوفا چیه، چطور کار میکنه و چطور لیگ ها اومدن با استناد به اون قوانین خودشونو با اندکی تغییرات جزئی، معمولا حالا چه لالیگا چه پریمیر لیگ، اضافه کردن بهش که خب رو سایتمون هست. اون مقاله رو میتونید به عنوان بک‌گراند این بحث بخونید. اما اگه خود بحث رو میخواید گوش بدید، ویدیو رو ببینید، من حتما توصیه میکنم مقاله‌ای که کیانوش نوشته رو بخونید که این مقاله به تخلفات مالی و تخلفاتی که سیتی نسبت به قوانین فرپلی مالی یوفا داشته و نسبت به قوانین پریمیر لیگ داشته به اون میپردازه و تایملاینش توضیح داده. ما تو این ویدیو هم به صورت خلاصه مرور میکنیم که چه کارهایی کرده و چرا حالا همه راجع به سیتی این تخلف میکنن. نه عددش چند تا 115 تا سر جمع میگن که آره تخلف کرد. بعد از مقاله کیانوش یکی دیگر از دوستان، این چیزیه که من راجع به باشگاه دانشجویان فوتبال دوست دارم، یکی دیگر از دنبال کنندگان و حالا کانتریبیوتورها، مشارکت کنندگان ما که قبلا هم برامون مقاله ترجمه کرده و نوشته، آقای بهرام جعفری اومد و در جواب کیانوش یک مقاله دیگری نوشت که به برخی نکاتی که اونجا ناگفته مونده بود اشاره کرد در دفاع از سیتی. امروز قرار بود که من اینجا مادریتور باشم، کیانوش باشه و آقای بهرام جعفری باشن و یک مناظره با هم بکنن. منتها آقای بهرام جعفری به سیاق این سیستمی که الان توی انتخابات آمریکا هم دارید میبینید که یکی میگه من مناظره میکنم، یکی میگه نمیکنم، بهرام عزیز گفت من مناظره نمیکنم و حرفامو توی مقالم زدم دیگه، همون است. فلزا ما برای اینکه
خالی نباشه دانا رو آوردیم. منتها یه مشکل کوچیکی وجود داره، اونم که مثل کیانوش که آرسنالی خودش ضد سیتیه و از همون زاویه حرف میزنه، دانا هم به جای اینکه مخالف کیانوش باشه موافق کیانوشه. پس یکی میمونم فقط این وسط من. پس اینجا اگر من به عنوان مادریتور یک کمی سوگیری داشتم، شما به حساب این نذارید که من خودم تعصب دارم. چرا البته یه ذره که نه، بیشتر از یه ذره با چیزهایی که کیانوش و دانا احتمالاً خواهند گفت مخالف هستم، ولی مجبورم بالاخره یه مقداری هم به دلیل اینکه بس بچرخه چیزهایی که به نظرم زد و نقیض میاد در بحث هاشون به روشون بیارم. فلزا من وارد بحث میشم. اول از همه یک سوال رو میخوام از جفتتون بپرسم که ما موضع خودمون رو نسبت به این قضیه بدونیم. این سوال رو کوتاه جواب بدید تا بریم حالا وارد سایر بحثا بشیم. کیانوش به عنوان طرفدار آرسنال و دانا به عنوان طرفدار یونایتد، آیا شما قهرمانی‌های منچستر سیتی و پپ گواردیولا به عنوان موفقیت‌های بی‌نظیر ورزشی که مشابهش رو قبلا در پرمیر لیگ نداشتیم رو متأثر از تخلفات مالی میدونید؟ یعنی در این موضع هستید که بگید این موفقیت‌ها رو من زیر سوال میبرم یا براشون به اندازه کافی ارزش قائل نیستم چون اینها این مورد تخلف رو داشتند؟ باز میخوام با کیانوش شروع کنم. میخوام به این سوال یه جواب صادقانه بدیم. اوکی. خب عرض خدمت شما که سوالتو بخوام خیلی خلاصه جواب بدم، جواب آره است. ببین، گواردیولا مربی بزرگیه، یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتباله. سیتی یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر فوتبال دنیاست، اگه بهترین نباشه. ولی باید به ساختار این موفقیت نگاه کنی، به گذشته که چجوری به این موفقیت دست پیدا کردن نگاه کنی. گواردیولا یهو 7 سال پیش 8 سال پیش نیامد در سیتی و انقلاب به پا کنه و قهرمانی رو پشت سر هم دیگه بیاره. ساختاری به وجود اومد که حالا ما در اون مقاله هم راجعش صحبت کردیم. ساختاری به وجود اومده در سیتی با استفاده از چشم‌پوشی از قوانین، در واقع نادیده گرفتن قوانین. مثلا اون ساختار توسط پول‌های تزریقی به وجود اومده و بعد گواردیولا اومده سر یک ساختار فوتبالی بسیار قوی نشسته. بهترین بازیکن‌های دنیا رو با پول تزریقی وارد کردن، پولی که به نظر من حالا اگه به صورت غیر قانونی هم نبوده، با دور زدن قانون وارد باشگاه شده و موفقیت‌های بسیار چشمگیری کسب کردن. در موفقیت فوتبالی گواردیولا و سیتی هیچ بحثی نیست، ولی اگه اون پول وجود نداشت این موفقیت‌ها کسب نمی‌شد. دانا تو هم نظرت رو بگو در این مورد، چون مهمه که من موضع جفتتون رو در این بحث بدونم، چون مهمترین سوالی که ما میخوایم جواب بدیم اتفاقا همینجاست که آیا شما نشستید اینجا که موفقیت‌های فوتبالی پپ و سیتی رو، حالا درسته قبل پپ هم سیتی قهرمانی داشت، با مانچینی قهرمانی داشت، با پلگرینی قهرمان شدند؟ نه، با مانچینی قهرمان شدند. نکنم لیگ قهرمان نشدن با پلگرینی، ولی عمده موفقیت‌هاشون با پپ به دست اومده. آیا تو هم مثل کیانوش در موضع نشستی که این رو زیر سوال ببری؟ این سوال جوابش آره یا نه نیست. یعنی به نظرم خیلی واضحه خب که این به دوره پیش از پپ برمیگرده، این ساختار دور زدن قوانین و غیره، و ناشی از اینه که یه مالک پولدار داره که میخواد پولی رو تزریق بکنه، قوانینی هست که مانعش میشه، یه جوری دور زده که این پول رو تزریق بکنه. بنابراین یک فاوندیشن اینجا وجود داره، یه فونداسیونی ساخته شده که حالا به هر حال از طریق دور زدن قوانین باشه، این که قابل کتمان نیست. منتها اون چیزی که تو داری میپرسی اینه که چقدر نقش پپ بوده در موفقیتاش، چقدر نقش این فونداسیون بوده، و این چیزیه که انقدر راحت نیستش که جداش بکنیم مثلا. نه، من اینو نپرسیدم. من گفتم آقا ما الان با تیمی روبرو هستیم که رکورد 4 قهرمانی پرمیر لیگ که هیچ کس قبلا نداشته رو زده. شما در جایگاه نشستید که این رو زیر سوال ببرید، بگید اگر این اتفاقات نمیافتاد، اینها قوانین رو دور نمیزدن، این موفقیت ها به دست نمی اومد. یعنی اینقدر نقش این تخلفات یا نه؟ آخه اصلا سیتی تبدیل به باشگاهی شده امروز که هست ناشی از اون تخلف هاست. یعنی بدون اون وارد کردن اون پول ها، سیتی چطور میتونسته باشگاهی باشه که امروز هست؟
خب سیتی که پپ که مثلا بدون ابزارش و بدون بازیکناش که خب خیلی مفهومی نداره. بله خیلی مربی نابغه‌ایه، منم هممونم مثلا دیدیم من استرلینگ رو تبدیل به بهترین وینگر جهان کرده. خب بله پپ خیلی مربی نابغه‌ایه، مترتب از ابزاراش که نمیشه جداش کرد که این ابزارا و این فونداسیون از یه جایی اومده که با همراه با تخلفات بوده. خب من از شما الان میخوام دانا از تو اینو بپرسم. ببین تخلفات، ابزارها، حالا ما به اون بحث میرسیم که آیا اصلا سرمایه گذاری کردن در یک باشگاه و تبدیلش از یک باشگاه متوسط به باشگاه مدعی مگه جرمه؟ خب و آیا اینکه تیم‌های دیگری این کارها رو کردن و صرفا به خاطر اینکه از تایملاین فرپلی مالی یوفا جلوتر بودن؟ خب خیلی واضح دارم در مورد چلسی حرف میزنم و اینکه این اتفاق دقیقاً در این تیم افتاد، از یک باشگاه متوسط به یک باشگاه مدعی تبدیل شد و فقط چون که قبل از آغاز قوانینه، یعنی قبل از سال 2010 که یوفا اومد گفت این قوانین از این سال اجرا میشه، این کار رو کرده، کسی یقه اونا رو نمیگیره بلکه همه یقه سیتی رو میگیرن. اینکه شما دوست دارید به عنوان تیم همشهریتون سیتی همیشه یک تیم ضعیف بدبخت نمیدونم تای جدولی یا وسط جدولی باشه یک بحثه. اینکه آیا واقعا در جهان واقعی سرمایه گذاری جرمه، پول آوردن به داخل ورزش جرمه، بحث دیگریه، به اون حالا میپردازیم. من یک آماری رو میخوام بهت بدم. تهش آوردن پول به باشگاه باید منجر به چی بشه؟ دو تا چیز واضح داریم دیگه، یکی دستمزد که به بازیکن‌ها میدن، یکی هم هزینه‌ای که برای خرید بازیکن میکنن. فکر میکنی که سیتی نسبت به یونایتد در میانگین 3 سال اخیر چند درصد بیشتر هزینه کرده باشه برای خرید بازیکن؟ آخه چرا تایملاینت رو اینطوری انتخاب کردی؟ چرا 3 سال رو انتخاب کردی؟ چرا دیگه بالاخره یه چیزی، چرا نمیگی در 10 سال اخیر که مثلا بازی کل این تخلفاته، مثلا در یک دهه اخیر چرا چیز نکردن؟ چون داریم توی یه موفقیت‌های سال‌های اخیرش حرف می‌زنیم دیگه. من میگم اگر موفقیت با پول خریدنیه که یونایتد هم من الان عدد میذارم جلوتون که چقدر فصل قبل خرج کرده، چقدر تابستون قبلش خرج کرده. خب تو که آخه این که نقض قرضه، اینجوریه که مثلا بله یونایتد مربیشو نداشته، چیزشو نداشته، ابزارشو نداشته، تازه خرجا هم اشتباه کرده، ساختار مدیریتی خوبی هم نداشته. منتها اینا که حذف نمیکنه اینا که سیتی یه سری تخلف کرده، که یک سری قوانینی بوده که بقیه باهاش اباید کردن، بقیه همش چیز، بقیه قبول کردن اون قوانین رو، توی اون چارچوب اون قوانین بازی کردن. سیتی این کارو نکرده. اینکه مقایسه کردی با چلسی، بله قابل مقایسه است به نظر منم. آره از یک جایی به بعد شروع شد، منتها از جایی که اون قوانین قرار گرفته و شروع شده بقیه به اون قوانین احترام گذاشتن. یه باشگاهی مثل فارست که نذاشته که تازه بدبختا مثلا اینجوری بودن که آقا 3 ماه وقت می‌خواستن بازیکن بفروشن، مثلا که بگن اوکی، بابت همون دیر فروختن بازیکن کسر امتیاز داشتن. اورتون که داره استادیوم میسازه با کسر امتیاز مواجه شد. خب اگه که بقیه دارن جرمشو میکشن، چیزشو میدن، من به اون میرسم. شما در واقع استناد میکنید به این سری قوانینی که یوفا و پریمیر لیگ خودشون گذاشتن. خب وقتی شما به قانونگذاری یک نهادی استناد میکنید، باید به قوه قضاییه بودن اون نهاد هم بپذیرید دیگه. خب شما نمیتونید بیاد بگی این قوانین، من که اصلا دارم میگم کل قوانینش. ببین بنده اصلا به عقیده خود شخص من گذاشتن قوانینی که شما بیاید سرمایه گذاری از طریق مالک رو در باشگاه محدود کنید، به نظر من مسخره است. چرا مسخره است؟ برای اینکه باشگاه، ما میدونیم که باشگاه فوتبال بنگاه‌های اقتصادی نیستن. فوتبالی بخش ورزشی داره، یه بخش اقتصادی داره و شما اینکه بیاید تبدیلش کنید، به نظر شخص منه ها، کاری ندارم، منم قبول میکنم مثل شما یه قوانینی وجود داره که باید احترام گذاشت. خب حالا این قوانین وجود داره، باید احترام گذاشت. ضامن اجرایی اون قانون کیه؟ دست بر قضا خود همون کسی که قانون گذاشته دیگه، یوفاست دیگه. خب شما نمیتونی بیای بگی که سیتی تخلف کرده. چرا؟ ببین دقت کن حرفی که دارم میزنم کیانوش، اینو تو هم دقت کن چون میخوام نظر تو هم راجعش بدونم. اصلا اول برمیگردیم به کیانوش، بعد برمیگردیم به دانا دوباره. ببین شما برمیگردیم میگی سیتی تخلف کرده، میگم آقا از چی تخلف کرده؟ میگی پول خرج کرده، مالکش پول آورده خرج کرده. ببین پولو که نرفته مثلا از دزدی که به دست نیاورده، حالا کاری نداریم شاید به دست آورده، ما اصلا موضع ما نیست که ببینیم پول از کجا به دست اومده، ولی میدونیم که مالک بسیار ثروتمندیه، صاحب یک کشور در واقع و پول داره، از خاندان سلطنت رویال فامیلی ابوظبی میاد، پول خورد هم نیست براشون و تو اینجا داره خرج میشه. شما میگی این پول مطابق قوانین یوفا خرج کردنش خلاف قوانینه. بعد همون یوفا که در جایگاه قضاوت نشسته
داره امتیاز کم نمیکنه از این تیم سیتی، میگه آقا این قوانینی که شما نقض کردی، قوانین منو که نقض کردی که خودم گذاشتم، شما به اون قوانین استناد میکنی، اینقدر شاید نبوده که امتیاز کم کنیم، شما رو مثلا n میلیون جریمه میکنیم. نمیدونم متوجه تناقض حرف خودتون هستین یا نه و این تناقض چجوری پاسخ میدین؟ خب ببین چند تا بحث. اولا من یه چیزی رو این وسط رفتم چک کردم، پلگرینی فصل اول با سیتی قهرمان شد. یک. دو، حالا برگردیم سر پول وارد به سیتی. ببین این قوانین وضع شده، همونطوری که دارن گفت بقیه دارن با اون میرن جلو و اگه شما بیای این قوانین رو نقض کنی، در واقع داری اون لول پلینگ فیلد نقض میکنی. تو داری اون در واقع داری توی یه زمین دیگه بازی میکنی. تو نمیتونی یه رقابت سالم داشته باشی وقتی یه تیمی داره با پول تزریقی میره جلو، یه تیم داره با پولی میره جلو که از خود باشگاه و از درآمدهای بازرگانی باشگاه و فروش بازیکن به وجود اومده. یکی بعد اینکه من اصلا با قوانین یوفا کار ندارم. موضوع ما الان قوانین پریمیر لیگ. قوانین یوفا توسط خود یوفا نوشته شده بود در یک پروسه شبهه برانگیز که حالا ما راجبش تو مقالم صحبت کردیم. یوفا با این نتیجه رسید که صلاحیت بررسی این مقطعهایی که قانون نقض شده بود نداره، که حالا بعداً با داکیومنت هایی که لیک شد در واقع درس پیدا کرد. ما دیدیم که یوفا سر چیزی توافق کرده که نمیدونسته چیه. قوانین خیلی بیشتر از اون چیزی که یوفا فکر میکرد نقض شده بود، ولی کامل این پرونده بسته شده بود توسط یوفا و هیچ کاری نمیتونست. یکی الان ما داریم سر قوانین پریمیر لیگ صحبت میکنیم. قوانین نقض شدن که به سیتی این اجازه را دادن که یه ساختار ورزشی درست کنه در مدت زمان بسیار کم، درآمدهایی کسب کنه که درآمدهای حالا ما نمیگیم نامشروع ولی درآمدهای غیر قانونی هستند. درآمدهایی هستند که شما ببینید مثلا به طور مثال شما میای با اتحادی قرارداد ببندی که صاحب باشگاهت، یه تیمی میاد با یه مثلا من مثال آرسنال داره با فلای امیریتس قرارداد داره، لوگوی چیزشه ورزشیشه. سیتی با اتحاد قرارداد داره. پولی که داره از طریق بازرگانی به آرسنال و حتی من یونایتد تزریق میشه، به خاطر برند قوی‌تر آرسنال و من یونایتد به صورت منطقی باید بیشتر از سیتی باشه، در حالی که این واقعیت نیست. سیتی داره به صورت خیلی تصنعی این درآمد میبره بالا. هیچ آدم عاقلی نمیاد به یه باشگاهی مثل سیتی با اون برندش که اونقدر چیز نیست، از لحاظ تبلیغاتی بازدهی نخواهد داشت براشون به خاطر طرفدارای کمترشون، پولی برابر با یونایتد پرداخت کنه. ولی این اتفاق داره میفته. حالا میتونیم برید چیزاشو نگاه کنیم، عددهای دقیقش نگاه کنید، ولی داره بیشتر میگیره. در نهایت یکی اینه، یکی همین که مطرح کردی که چرا این پول داره، یعنی مهم نیست این پول از کجا وارد بشه. خیلی هم مهمه پول از کجا وارد بشه، به خاطر اینکه شما وقتی یه مثالی من دوست دارم بزنم، مثل در واقع پول بدون پولی که از طریق خود باشگاه کسب نشده باشه در مقابل با پولی که توسط باشگاه درآمدزایی شده باشه، مثل این میمونه که شما چاپ پول کنی در اقتصاد و رشد اقتصادی داشته باشی. رشد اقتصادی یک کشور باعث میشه همه درآمدشون بره بالا، کشور ثروتمندتر بشه، شاخص‌های اقتصادی کشور بیشتر کنه. در حالی که چاپ پول باعث میشه که تورم ایجاد بشه، قدرت خرید مردم کمتر بشه.
این تزریق ناگهانی پول توسط سیتی و حالا بقیه باشگاه‌ها و لیگ‌هایی مثل عربستان، حالا قبل از سیتی یا قبل از لیگ مثل عربستان لیگ چین وجود داشت، لیگ هند وجود داشت، اینا مثلا به صورت مقطعی اومدن پول تزریق کردن، می‌خواستن موفقیت ورزشی کسب کنن، نکردن، بعد کلا پروژه جمع شد. سیتی همچنان داره بعد از 15 سال تزریق میکنه. این تزریق‌های مقطعی باعث تورم‌زایی میشه. باعث میشه یه بازیکنی مثلا از یونایتد بازیکن مثل آنتونی قیمتش میشه 100 میلیون پوند. این تورم‌زایی باعث میشه که شاید یونایتد بتونه این شانس رو داشته باشه که اشتباه کنه ساختار مدیریتیش، به صورت الان سال‌هاست داره اشتباه میکنه یونایتد، ولی باز هم میتونه رقابت کنه. چرا؟ چون باشگاه بزرگ درآمد بازرگانی داره، موقعیت اصلاح داره. ولی باشگاه کوچکتر در این تورمی که به وجود اومده و شاید هیچ وقت یه قابلیت بسته شدن اون گپ بین باشگاه بزرگ و باشگاه کوچیک وجود نداشته باشه، شاید کار از کار گذاشته باشه همین الان که ما داریم صحبت کنیم. ولی این تورم باعث شده که باشگاه دیگه توانایی خرج نداشته باشن، حداقل توانایی اشتباه نداشته باشن. خیلی از باشگاه، شما اگه یه باشگاه متوسط لیگ برتر، اگه مثلا اورتون یا مثلا وست هم در نظر بگیرید، شما الان بیاد یه بازیکن مثلا 50 میلیون پوندی مثلا یه تیمی مثل وست هم بخره و بازیکن جواب نده، سالها طول خواهد کشید تا اون باشگاه بتونه از اون شکست برگرده. شما مثلا اندی کارول مثلا جواب نداد، خب این چند سال طول کشید تا وست هم تونست اون ضررش رو جبران کنه. برای سیتی مهم است. سیتی میاد این حالا ساختار درستی داره، اشتباه نمیکنه. حالا من در 6 7 سال اخیر کار ندارم، سیتی اشتباه نکرده در خرید بازیکن، ولی این شانس رو داره که اشتباه کنه. این شانس رو داره که هم خودش تورم ایجاد کرده، هم خودش میتونه اشتباه کنه و براش پول خورده. مرسی کیانوش، نکات خوب و جالبی رو اشاره کردی ولی جواب سوال منو ندادی. یعنی هیچ کدوم از نکاتی که گفتی جواب سوال من نبود. به خاطر همین اشکالی هم نداره، نکات جالب بود که من بهش برمیگردم و راجبش حرف خواهیم زد دوباره. ولی سوالمو تکرار میکنم، چطور شما به قانونگذاری یوفا، حالا یا پریمیر لیگ یا هر کسی، استناد میکنید، احترام میذارید و اون رو مبنای، اینو از دانا میپرسم، و اون رو مبنای نتیجه گیریتون برای اینکه سیتی تقلب کرده قرار میدید، اما قضاوت و داوری همین نهاد رو مبنی بر اینکه از سیتی امتیاز کم نشده یا محروم نشده، حالا یا محروم شده رفته در دادگاه عالی ورزش محرمیتش برگردونده، به هر حال پروندهش در وضعیت فعلی هست، اون رو قبول ندارید. یعنی شما نمیتونید یه بخشیشو بگید من چی دارم میگم، ببین سیتی نرفته آدم نکشته که، نرفته تبانی نکرده، داور نخریده که. خب یه سری قوانین مالی هست که این قوانین وضعیه، یعنی یک موقعیتی سال 2010 یوفا اومده این قوانین گذاشته، قبلش هم وجود نداشته. مگه این میلانی که الان من طرفدارشم چطوری میلان شد؟ یه روزی برلوسکونی که غول رسانه ایتالیا بود اومد یک تیم از هم پاشیده در بوداغونی که به دلیل وضعیت مالی و وضعیت نمیدونم هزار تا گفت زرمار دیگه که حالا نمیخوایم مطرح کنیم، حتی سقوط کرد و سری بی رو اومد دست گرفت و با هزینه کردن و تزریق پول به باشگاه سرپاش کرد، تبدیل کرد به این قولی که الان میبینیم. خب یعنی این تا قبل از 2010 همین چلسی که حرفشو زدیم، از یک تیم متوسطی که هرگز هم جام نمیبرد ناگهان تبدیل شد به تیمی که میاد در اروپا در پرمیر لیگ مدعی میشه. چطوری؟ با تزریق پول. پس ببین این قوانین نسبی هست، یعنی یک جای اومده یوفا یک قانونی گذاشته، پس شما اگر دارید یک قانون نسبی، یک ساختاری که یک ارگانیزیشنی که خیلی پیغمبرم نیست مثل یوفا رو، که حالا خود همون سال 2010 که همون زمانی که 2008 2007 که مثلا ایدهش مطرح شد، پلاتینی و اصلا اون موقعی که ایده فرپلی مالی مطرح شد پلاتینی رئیس یوفا بود که بعدش هم معلوم شد خود استاد رشوه بگیر بوده. خب شما وقتی همچین پیغمبرانی رو میکنید مبنای قوانینی که اینجا نقض شده، حداقلش اینه که موقع قضاوت و داوری رأی دادن هم باید بگین این رأیی که اینا دادن ما قبول داریم. سیتی هم قوانینی رو نقض کرده، تاوانش هم هر چی بوده، حالا جریمه مالی بوده، هر چی بوده داده دیگه. مشکلتون چیه؟
اولا بگم که من نمیفهمم در چه تناقضی صحبت میکنیم. ما 2 تا ست آف رولز و 2 تا مرجع رو داریم دربارشون صحبت میکنیم. پریمیر لیگ که هنوز پرونده در جریانه، یعنی مثلا اینجوریه که واقعا مشکل سر همینه که نصف اون 115 تا چیزی که تخلفی که هست مال عدم همکاریه. سیتیه که نمیذاره پرونده به نتیجه برسه. و چاقو هم بخی گلوی سیتی نذاشتن که داد بزنه بگه آبا من مظلومم، من میخوام منو بکشن یا چی، که مثلا هی نذاره پرونده به جایی برسه. فوقش همین دیگه کسر امتیازی چیزیه دیگه، یه جریمه مالیه، یه پنجره است. مثلا نمیراد قهرمانیاش ازش بگیرن یا ببرن بندازنش مثلا دست سکه، میخوان فوقش یه امتیازی ازش کم بکنن دیگه. بنابراین من نمیفهمم. پریمیر لیگ که هنوز به نتیجه نرسیده. درباره یوفا هم که کل پرونده این بودش که گفتن آقا این مدارک از یه زمانی گذشته دیگه به اون موقع عطف نمیشه دیگه، مثلا قابل مصداق نداره، مدارک قابل استفاده نیست. بعدش هم اینجوری نشد که سیتی تبرئه بشه یا چیزی بشه، ستل کردن، یه اگریمنت با هم دیگه اوکی کردن، گفتن خب تو بیا اینقدر پول بده دیگه، دردسرش نمیارزه بریم دادگاه و فلان و بهمان. بیشتر به این شکل تهش شد که یه دونه ستلمنت با هم دیگه خب مشکلش چیه؟ اون مشکلی نداره، متأسفانه به نتیجه رسید، تبرئه هم نشده، اینطوری نبوده که ستل کردن. تبرئه بشه. اصلا جزء تنبیه لیستی که یوفا در ست قوانین مالی گذاشته به عنوان اینکه اون دیسیپلینری هایی که برای باشگاه ها، اون تنبیه هایی که برای باشگاه در نظر میگیره، خط اولش نوشته ستل کردن. یعنی خط اول اینه که آقا بیام بشیم قبل از اینکه دعوا کنیم جریمه کنیم با هم دیگه ستل کنیم. مگه میلان و یوفا ستل نکردن سر اینکه میلان به صورت خودخواسته یه فصل توی لیگ اروپا شرکت نکرد؟ مگه یوونتوس و یوفا ستل نکردن؟ سر سیتی که میرسه همه چون ببخشید سوختین از اینکه این تیم اینقدر نتیجه گرفته، اینقدر همتون رو حذف کرده و دلیلش هم ببین، دلیلش نابغه‌ای به اسم پپ، دلیلش پول نیست. خب یعنی اگر این پپ می اومد آرسنال هم دست میگرفت، یونایتد هم دست میگرفت، الان شما همین موفقیت ها رو داشتید، تصمیم های درست و مربی که مربی برنده است. شما میخواین اینو نادیده بگیرید، هی بگید که آقا نه اینا به خاطر این. من دارم اینو میگم آقا تهش اینه، این قوانین رو زیر پا گذاشتن میخواد پول بیاره تو باشگاه دیگه. اون 20 تا پول دیگه حداقل یونایتد که خرج کرده، که یعنی همونقدر پول خرج کرده، یعنی این 20 تا پول شوخی کردم. این حرف من قبول داری که آقا شما یه ذره دارید جاده خاکی میزنید به خاطر اینکه آقا زورتون اومده از اینکه این تیم اومده و اینجوری تمام تیم‌های دیگر رو در پریمیر لیگ پایین‌تر از خودش گذاشته. اولا که ما تازه فینال ازشون بردیم، من خیلی زورم نمیاد الان، تازه ازشون جام گرفتیم، در موقعیت بهتری هم برای حرف زدن در این باره. ثانیاً که تو هی برمیگردی، یعنی یه نوک پا توی اون بحث این که اصلا باید بذاریم باشگاه‌ها خرج بکنن یا نکنن میزنی، ولی هی میگی که بذاریم بعداً بحثشو بکنیم. خب اون نوک پا رو نزن، پس بذار بعداً بحثشو بکنیم دیگه اگه می‌خوایم بعداً بحثشو بکنیم. چون آره نظر من و تو با هم دیگه خیلی متفاوته تو اون زمینه، یعنی که من به نظرم اتفاقاً بایستی که محدود باشه خرج کردن باشگاه‌ها و دلایل خودم براش دارم. و درباره سیتی من میگم باز نمیفهم تو درباره چه تناقضی داری حرف میزنی. ببین این توی ترم حقوقیش اینکه ستل کردی اوکیه، متمرتب ستل کردن به معنای تبرئه شدن نیست. یعنی وقتی ستل کردی اینطوری نیستش که تو تبرئه شدی، اون گناهو نکرده بودی، مجادی مثلا کاری نکرده بودی. اولا که این نمیتونی ازش اینو برداشت بکنی که پس سیتی گناهکار نبوده، هیچ کار نکرده، فقط ستل کرده دیگه. اینجوریه که این برداشت نمیتونی ازش بکنی. ثانیاً یه خوبی داره برای خود سیتی وقتی ستل میکنه که تبدیل به پرسیدنت نمیشه، همزمان نمیشه هم برداشت کرد که گناهکار بوده. خب یعنی توی سیستم حقوقی اگه یه جا دیگه گیر افتاد نمیرن بگن که اونجا پرسیدنتش بود، تو اونجا مثلا شما محکوم شدی پس بیا اینجا هم حتما محکومی دیگه، در ادامه همونه. این خوبی رو واسش داره ستل کردن، یعنی از دو طرف چیز خنثیه، نه اینطوریه که تو میتونی برداشت کنی که تبرئه شده، نه اینطوریه که میتونی بگی که پس قطعا یه کاری کرده بوده، مثلا به لحاظ حقوقی که قطعا یه کاری کرده بوده پرسیدنت بشه بعدن توی دادگاه دیگه استفاده بشه. اصلا قضیه دادگاه یوفا به پایان رسیده تموم شده است. اصلا تمام بحث‌ها الان درباره پریمیر لیگ و اینه که سیتی یک سری قوانین رو دور زده که بقیه رعایت کردن، از این طریق یک مزیت رقابتی پیدا کرده و فرنس رو زیر پا گذاشته. و اینکه حالا اینکه چقدر، یعنی تو کسی منکر مثلا کار بزرگ پپ و موفقیت ورزشی پپ که نیست، مسئله اینه که آقا
یک بخشیش هم از این طریق در اومده، یک بخشش از اینجا در اومده. حالا اصلا باشه من طرفدار یونایتدم، میخوام مثلا بزرگ جلوش بدم، خود چیزی که هست اونجا، که خود اتفاقی که افتاده باشه، من مثلا من دارم بزرگ نمایی میکنم، انگار که مثلا میگم که چه میدونم همش به خاطر اونه، نظر من کنار. متأسفانه خود چیزی که اتفاق افتاده، قوانینی که دور زده، تو میخوای باز برگردی به این که اصلا این قوانین چرا اونجا هست، حالا اون یه بحث دیگه است. اون قوانین اونجا بوده و سیتی دورشون زده. این اتفاق رخ داده. تو اصلا اینو قبول داری که این اتفاق رخ داده یا نه؟ سیتی یه سری قوانینی بوده که بقیه رعایت کردن، سیتی دورشون زده. جواب تو به این آره است یا نه؟ اون قسمت بقیه رعایت کردن رو نه قبول ندارم. تیم‌های دیگری هم هستن که قوانین رو حالا به تعداد مختلف دور زدن در سطوح مختلف، چه قوانین یوفا چه قوانین مربوط به لیگشون، و بابتش جریمه هم شدن، حالا یا کسر امتیاز شدن یا چیزهای دیگه، اتفاقات دیگری رخ داده براشون. و این مسئله که شما میگی سیتی، ببین بذار برمیگردیم به اون بحث، به بحث یوفا برمیگردیم، چون من اصلا با ناظم بودن یوفا، من یوفا رو دارای صلاحیت نمیدونم که بخواد بر سلامت مالی باشگاه نظارت کنه. نهادی که خودش سلامت مالی نداره اصلا صلاحیت نداره که نظارت کنه. فیفا هم همینطور. حالا به این بحث برمیگردیم، ولی حرفی که میزنی در مورد این که ستل کردن، خب ببین خودت بهتر از من میدونی ستل کردن مثل اینه که پرونده مختوم شد. وقتی ستل کردن دیگه گریه کردن نداره که آقا این کاری کردن اون کار کردن. پرونده یوفا ستل شده. کسی هم نداره گریه میکنه. الان اصلا داریم درباره پریمیر لیگ صحبت داره میکنیم. گریه نمیکنه منظورت بود؟ نه اون صرف و ترجیح میدم نداره گریه میکنه رو. اصلا داریم درباره پریمیر لیگ صحبت میکنیم. یوفا که تموم شده، پریمیر لیگ هم که مختوم است. پریمیر لیگ هم که هنوز دادگاهش برگزار نشده. شما اصل براءت چی میشه پس این واسه؟ به این خاطر برگزار نشده که سیتی هی عقب میندازه کارا رو، هی یه گیر و گوری درست میکنه از توش. اگه اونجا ستل کرده چرا اینجا نمیاد ستل بکنه؟ چرا اینجا نمیخواد مثلا چیز بکنه؟ ببین نگاه کن، لیونل مسی طبق قوانین اسپانیا الان یک مجرم سابقه دار باید حساب میشد اگر ستل کردن نبود. خب به دلیل فرار مالیاتی به زندان محکوم شده بود. میاد با اداره، حالا نمیدونم معادل آیارس توی اسپانیا چی میشه، ستل میکنن که اینقدر مبلغ بپردازیم پرونده مختومه بشه. این یک چیز خیلی نرمالیه. در اون موردم حالا ما میدونیم دیگه دادگاه چه شکلی کار میکنه. وکلای سیتی میرن یه موشن میدن به دادگاه که آقا فلان چیزو ما اینقدر زمان میخوایم دفاعیمون آماده کنیم مثلا. حالا بذار برمیگردیم به این. من از کیانوش میخوام یه سوال بپرسم در مورد مقاله‌ای که نوشته. من باز میگم توصیه میکنم حتما کسانی که ویدیو رو دنبال میکنن مقاله رو بخونید، چون ما نمیرسیم به همه این بحثا به صورت جزئی و دونه دونه بپردازیم. توی این مقاله ما یه تایملاین گذاشتیم، تایملاین تخلفات و دادگاه‌ها و داستان‌هایی که سیتی داشته که شاید خیلی کمک کنی که کل داستان دستتون بیاد که اصلا چه خبره. که اون تایملاین رو ما الان هم دارید میبینید توی همین ویدیو ما اسلایدش رو گذاشتیم که ببینید. من سوالی که از کیانوش میخوام بپرسم در مورد بخش اول این تایملاینه، چون برای خود منم سوال بود و همونطور که میدونیم اشپیگل یکی از معدود مثل ویکیلیکس فوتبال دیگه، در واقع تمام این چیزهایی که درز میکنه، رسوایی هایی که میاد بیرون و اینا، یه سرش به اشپیگل میرسه. کیانوش بدون اینکه خیلی حالا بخوای وارد جزئیات بشی، به ما بگو که این اسناد و داکیومنت هایی که از ایمیل های داخلی باشگاه سیتی درز کردن به بیرون، خب داله بر چی بودن؟ یعنی چی رو ثابت میکردن، چی رو نشون میدادن که در این باشگاه چه داره رخ میده؟ خب ببینید اسناد هک شدن و هکر در اختیارش بیاد قرار داده بود. خلاصش رو بخوام خیلی وارد جزئیات نشم چون الانم مقاله جلوم باز نیست، عددار نمیدونم، ولی خلاصش رو بخوام بهت بگم اینه که درآمدهایی وارد باشگاه شده که نباید شده، اینجوری بهت بگم، که قراردادهایی مثلا امضا کردن اینا که قرارداد سوری بوده. قرارداد مثلا یه مبلغی توافق میکنن با اتصالات اصلا این پول رو نمیده، به جاش اعلیحضرت پولی که قرار بوده اتصالات بده رو خودش به باشگاه تزریق میکنه که از لحاظ قانونی اجازه نداشته. شما شامل اعلیحضرت شیخ منصور منظورته؟ آره، تو خود متن ایمیله که اعلیحضرت پول رو به جای اتصالات داره
از منابع دیگه که اعلی حضرت به معرفی کردن این پول داره وارد میشه. هیچ پولو قلفتی میری دو دستی تقدیم باشگاه میکنه و حالا سالها بعد اتصالات قرارداد و نهایی میکنه و یه مبلغا رو برمیگرده. ولی خود این کار نقض قوانینه، چون شما در طول یک مجموعه 3 ساله شما 105 میلیون میتونید ضرر بدید، 90 میلیونش فکر میکنم پول تزریقی توسط صاحب باشگاه است. وقتی بقیه باشگاه به این قوانین پایبندن و شما نیستید، دارید این 15 میلیون باید اعلام کردید به پریمیر لیگ که این 15 میلیون رو مثلا اتصالات داده، در حالی که نه، صاحب باشگاه داده. حالا ما کار نداریم 2 سال بعد اومده اتصالات این پول برگردونده. این خلاف قوانینه. من میتونم بیام یه قرارداد امضا کنم با یه شرکت دیگه، الان 100 میلیون واریز کنم، بعد بگم که 2 سال بعد حالا بیا این پولو بده. خب این یکی نیست. شما دارید در یک زمین بازی نمی‌کنید با بقیه. این خلاصه چیز بیشتر تخلفاتیه که انجام شده. ولی یه سوال من، یه مسئله من. نه بگو. شما داری مطرح میکنی که کلا یوفا رو قبول نداری. در هر حال ما باید یه سری قوانین داریم دیگه. ما در خیلی از کشورهای دنیا قانونگذار خودش مشکل داره. قانونگذار آدم شریفی نیست در خیلی از جاهای دنیا. این که نمیشه که شما بگید ما هیچ کدوم از قوانین دیگه اجرا نمی‌کنیم. شما مثلا قوانین راهنمای رانندگی رو اجرا نکنیم چون قانونگذار مثلا رشوه خواره. خب اینا که به سنگ رو سنگ بند نمیشه. راهش این نیست که شما بیای بگی که قانونگذار دچار مشکله پس من همه این قوانین رو نقض میکنم. باشگاه یه سری الان اصلا بحث یوفا رو هم بذاریم کنار، پریمیر لیگ توسط خود اون 20 تیم چیز میشه، مدیریت میشه. قانونگذار خود اون 20 تیم هم تصمیم گرفتن که به این قوانین پایبند باشن. 14 تا تیم حداقل باید رای بدن تا یه قانون تصویب بشه. وقتی اون قوانین تصویب شده و خب سیتی به این قوانین رو پایبند نبوده، خب باید مجازات بشه. حالا دانا گفتش که نهایتا میخواد که اصلا امتیاز بشه. اگر تمام اون 115 مورد تصویب بشه که ما یعنی معلوم بشه که سیتی واقعا این کارا رو کرده، به کسر امتیاز ختم میشه. سیتی شاید حتی ما چنین سابقه‌ای نداشته، ولی کارشناساش میگن حتی ممکنه جواز حرفه‌ایش باطل بشه و مجبور شه بده از 5 تا لیگ پایین‌تر شروع کنه اگر همه اون 115 تا. خب ببین تو همین تایملاینی که شما نوشتید تابستان 2025، یعنی 1 سال دیگه، زمانیه که حکم دادگاه 115 مورد تخلف قرار اعلام بشه دیگه، و شما معتقدید که اگر عادلانه بررسی بشه، حالا پیش که نمیدونم که دادگاه چطوری صادر میکنید، ولی جواز سیتی قرار باطل بشه و بره دست 5. نه من نمیگم. من که نمیدونم به تمام اون الان گفتی عادلانه اگر بررسی بشه. ببین به تمام اون داکیومنت ها برای دسترسی ندارم که اگر تمام اون اتهاماتی که به سیتی زدن وارد باشه، کارشناساش میگن عادلانش اینه. خب من که خودم نه هیئت جوری ام نه نمیدونم قاضی ام، ولی اگر تمام این اتفاقات به اون دیتیلی که پریمیر لیگ مطرح کرده و بهش در واقع اتهام زده واقعی باشه، آره این مجازاتش میگن این. بسیار خب. پس در این مورد، در مورد دادگاه پریمیر لیگ، ما با منتظر بمونیم تا تابستون 2005 ببینیم که چه حکمی صادر میکنه دادگاه پریمیر لیگ. امیدوارم که حداقل اون موقع که حکم صادر شدم نیایید بگید که حالا اینا دادگاه پریمیر لیگ رو هم خریدند و این حکم عادلانه نبوده. و بالاخره حکمی که صادر میشه نشون میده که حالا ما به چی طرفیم. من موارد اتهامی رو که خوندم، شدیدترین مواردی که توش وجود داره به عنوان نقض قانون همون مواردی که مبالغ ورودی به تیم رو چه از طریق تزریق شده توسط مدیر باشگاه همونجوری که گفتی، چه از طریق اسپانسرهای سوری، یعنی مبالغ اینفلیت شده، مبالغ اغراق شده در ارزش اسپانسرینگ وارد سیستم باشگاه کرد. چیز عجیب و غریبی نیست. PSG هم قبلا این کار رو کرده و حالا همون استاد
ناصر خلیفی هم فقط میخوام اینو اشاره کنم که اتفاقا سر قضیه سیتی ما یه چیزی که شاید نشون بده که قطری ها نفوذ بیشتری دارن در جهان و در همه این نسبت به اماراتی ها اینه که اینم که ما در مورد یوفا میگیم، شما باید اینو در نظر بگیرید که یوفا پرونده سیتی رو مختومه نکرد، تبرئه‌اش نکرد، ستل هم نکرد. یوفا سیتی رو محروم کرد. یوفا سیتی رو 2 سال از حضور در رقابت‌های اروپایی محروم کرد و سیتی این رأی رو در CAS برگردوند. شما این رو عامدانه نادیده میگیرید، میگید که آقا ستل کرده پس تبرئه نشده. ما اگر بخوایم سیستم فعلی رو، من برمیگردم به دانا، میخوام جواب این سوال بدیم، ما اگر سیستم فعلی رو به عنوان سیستم ناظر بر ورزش قبول داریم، بالاخره یا داریم یا نداریم دیگه. شما نمیتونی بگی آقا تخلف کردی بعد که سیستم قضایی فعلی میاد تبرئه میکنه تو گفتی تبرئه نشد. خب آیا قبول داری که وقتی CAS میاد رأی میده و میگه آقا این محرومیت رو باطل میکنیم ما این به مثابه تبرئه است؟ آخه جزئیات این چیز خیلی مهمه. CAS اومد به این اشاره کرد که اون مدارک مصداق نداره، زمانش گذشته، قابل استفاده نیست، بنابراین اون مدارک رو نمیتونین استفاده بکنین بگین که سیتی باید محروم بشه، خلافی کرده، بنابراین خب نمیشه محرومش کرد به حسب اون مدارک دیگه. این سیستم قانونی که بود این بود، اون مشکل حالا از قوانین بود یا هر چیزی، اون منابع اون مدارک نشد که استفاده بشه. و در ضمن اون چیزی که گفتیم خیلی لزوما درست نیست. بله شرح دونه دونه اتفاقاتی که افتاده به تخلفات اینه که بله مثلا ایمیل زدن اتصالات 5 میلیون بده مثلا، یا اون یکی اسپانسر من 10 میلیون از اون چیز کنیم، یکی یکیش نه مبالغ بزرگه نه مثلا یکی یکیش خیلی بزرگه. مشکلی که هست اینجا مشکل سیستماتیک بودن این اتفاقاته. یعنی بعد از اون میگم از اون 115 تا نصفش عدم همکاریه، ولی اون بقیه نصفش خیلی سیستماتیک سیتی در حال دور زدن قوانین بوده و این سیستماتیک بودنشه که یه خورده بزرگترش میکنه. من موافق نیستم که نمیدونم اگه 115 تاش چیز بشه، هر 115 تاش مثلا انجام بشه جوازشو باطل میکنه یا در نهایت سقوط میکنه یا چیزی. من حتی نمیکنم ازشون قهرمانی چیزی بگیرن، به نظرم فوقش کسر امتیاز و یه چند تا یا همون محرومیت از بازی اروپایی که اونم دست یوفاست، نه واسه پرمیر لیگ فوقش نمیدونم پنجره نقل و انتقالاتی چیزی در این اشله به نظرم مجازاتش فکر نمی‌کنم خیلی شدیدتر از این باشه چون پرسیدنت هم نداره. ولی که آره بنابراین نه سیستماتیک بودنشه که بولد میکنه پرونده رو. و در قبال اون که گفتی که یوفا رو قبول نداری، اولا حالا حرف درستی زد کیانوش که بالاخره یکی باید باشه قوانین اجرا کنه دیگه. متأسفانه حالا رفت الان نداره، ولی دولت انگلیس و این طرحی که بردن و رگولیتور مستقل میخوان بیارن و اینا مثلا اتفاقاتی داره میفته در اون راستا. بنابراین با حرفت موافقم. منم یوفا رو و فیفا رو دوست ندارم به اون ارگان‌های فاسد، به عنوان کسایی که بخوان یک سری قوانین رو تصویب بکنن یا اجرا بکنن یا حکم ناظر باشن. متأسفانه خب الان کسی نیست، همینا دارن فوتبال رو گاورن میکنن، حکمرانی فوتبال به عهده اینا هاست. ولی آره تو انگلیس مثلا داره همین اتفاق میفته که اگه این طرحی که بردن تصویب بشه توی مجلسشون، رگولیتوری میارن که مستقل باشه از باشگاه‌ها. یعنی دعوا هم سر اون هرم فوتبال و پول پایین بره و اینا ربطی به سیتی نداره. متأسفانه آره منم با اون حرفت موافقم، سیتی رو یوفا رو دوست ندارم. باز همونطور که گفت کیانوش این ربطی به پرمیر لیگ نداره. 20 تا باشگاه پرمیر لیگ با هم دیگه رگولیت میکنن خودشون رو در حال حاضر. ربطی به یوفا نداره. ربطی به یوفا نداره آره. و اون حرفت واسه همین خیلی مصداق نداره اینجا. من تو چرا هی برمیگردی به پرونده یوفا؟ نه بر نمیگردم. ما دو تا ببین بیس پرونده یوفا و پرونده پرمیر لیگ یکیه، یعنی جفتشون ناظر بر یک سیر منطقی، یعنی منطق قوانینشون یکیه دیگه. منطق قوانینشون اینه که آقا شما با بالانس باشه هزینه و درآمدتون، باید از خارج باشگاه پول تزریق نشه، انقدر کپ داری با یه سری تفاوت‌های جزئی. منطق قانونشون یکیه دیگه. حالا اینکه کی گذاشته قانون رو، اول یوفا این قوانین زودتر گذاشته، پرمیر لیگ اومده انشاب خودش رو از اون قوانین داره تصریح میکنه. اتفاقا اگه اشتباه نکنم اون لیوه‌ای که میده به باشگاه‌ها توی پرمیر لیگ بیشتره نسبت به یوفا. یعنی قوانین پرمیر لیگ قوانین سهلگیرتریه نسبت به قوانین یوفا. من کاری ندارم، میگم ما با دو تا پرونده مواجهیم. تو یکیش اتفاقا تبرئه شده، یعنی تبرئه شده که یوفا محکومش کرده، مرجع بالاتر تبرئهش کرده. حالا شما میگید دلیل مشمول زمان شده تبرئه شده، به هر دلیلی تبرئه شده دیگه. دادگاه عالی ورزش گفته که این حکم قابل اجرا نیست.
پریمیر لیگ هم که هنوز دادگاهش برگزار نشده. خب من آقا قربونت برم، اصل براءت بر همینه. من دارم میگم آقا الان گریه کردن نداره، این تیم به شکل ورزشی شما رو شکست داده، شما رو اوت پلی کرده در تمام مسابقات، در کل فصول پریمیر لیگ قهرمان میشه، فصل آیندهم قهرمان میشه، از همین الان بهتون بگم. و صبر کنید ببینید حالا دادگاه چه حکمی میده، چه محکومیتی انجام میده. این همه آقا 115 مورد نمیدونم خلاف فلان بیسار کردن، این همه نداره واقعا. حرف من اینه، کلیت حرف من این تقصیر خود، ببخشید کیانوش، این تقصیر خود سیتیه که این مسئله تا به این لحظه حل نشده و ریزالو نشده و این کش پیدا کردن پرونده، عدم همکاری، اینا همش تقصیر خود سیتیه. و این لکه ننگی که افتاده روی موفقیت‌های سیتی، این که انقدر جار و جنجال میشه و غیره، اینا همش ناشی از کارهای خود سیتیه. یعنی اینجوری نیستش که یه سری آدم بیکار نشسته باشن تو توییتر عربده بزنن گریه بکنن که اینا رفتن تخلف کردن فلان ما رو بردن اینجوری و فلان چی. اینا مثلا ددیکیشن روزانه زندگی آدما باشه. این به این خاطر کش پیدا کرده که سیتی همکاری نکرده و این دادگاه به نتیجه نرسیده. این از یه سری اتفاقاتی که 10 سال پیش داشته میافتاده، اینکه بعد 10 سال 12 سال تازه داره تو پریمیر لیگ داره زور میزنه که تا 1 سال دیگه بلکه مثلا نتیجهش در بیاد. این ناشی از کارهای خود سیتیه و عدم همکاری خود سیتیه و اگه لکه ننگی هم هست مسئولیتش با خود سیتیه، نه با بقیه آدما. بقیه آدما اینجوری نیستش که گریه کنن بگن که آی سیتی برد دوباره فینال جام اسپی رو ما بردیم سیتی نبرد. عرض به خدمت شما که این مشکل از کار خود سیتیه. سیتی خودش کار به اینجا کشونده، این لکه افتاده روی رزومش. این رزومه پپ رو سیتیه که خدشه‌دار کرده، نه بقیه به نظر من که خدشه‌دار نشده، ولی حالا اوکی. من از جفتتون میخوام که کلوزینگ آرگومنتتون یا اون صحبت پایانیتون رو بگید در مواردی که تا الان بحث کردیم، ببندیم. بعد دانا من برمیگردم اون بحث کوچکی که گفتیم بعداً انجام میدیم، اون آخرش یه کوتاه بهش بپردازیم دیگه کم کم ببندیم. کیانوش میکروفون مال شما سایز. اوکی. ببین یه چیزی من یه سری نکات این وسط من بگم که اولا که با آخر این فصل به نتیجه نخواهد رسید. این پرونده جایگاه چیز داره، تجدید نظرخواهی داره. تجدید نظرخواهیش هم دوباره به CAS نمیره، تجدید نظرخواهیش داخل انگلیس میمونه. CAS اصلا اینجا چیز نداره، جوریسدیکشن. آره جوریسدیکشن نداره و نمیتونه نظر بده، داخل همون انگلیس میمونه و این پروسه 2 سال طول میکشه دوباره بعد رسید با این وضعیتی که سیتی داره میره چه. ولی اینکه تو میگی خدشه‌دار نمیشه، خب ببین فاصله که اینا با این همه سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری غیر قانونی هم پتانسیالی بوده، با چقدر مثلا فاصله قهرمان شدن. پارسال با چقدر فاصله قهرمان شدن. قبل از اون با لیورپول و مثلا یه دونه قهرمانی داشتن با چند یه امتیاز اختلاف فاصله بود اون قهرمانیشون با لیورپول. بعد از این همه سرمایه‌گذاری که بدون این سرمایه‌گذاری ورود پپ بی‌معنی بود، یعنی اونقدر اصلا پپ نگاه نمی‌کرد به سیتی اگه اونقدر سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شد و اون ساختار رو نداشت، اومدن و الان با پپ بهترین تیم دنیا مثلا. خب بدون اون سرمایه‌گذاریایی که به صورت غیر قانونی انجام شده بود که خب وارد نمی‌شد. این گریه کردن نیست، این واقعیتی که حالا میتونست نقض بشه، تا الان میتونست مثلا بره دادگاه، تا الان تمام شده بود و نمیرن دادگاه. یه سری اینه. بعد من اون وقت نشد راجع به ذات قوانین صحبت کنیم که اون قوانین اصلا ذات قوانین قراره بعد از کلوزینگ، بعد از این که دوستو پیش بپردازیم. شما سر این بحث گریه و سر بحث این که از نظر ورزشی خدشه داره موفق سیتی یا نه صحبت اگه داری ببند، دانا هم ببنده، بعد در مورد ذات قوانین صحبت. ببین در هر صورت ما یه سری قوانین داریم، با همونا داریم میریم جلو. این قوانین خیلی هم توشون چیز داره، نقص داره و خیلی از تیم‌ها در حال سعی میکنن که از خلاهای قانونی استفاده کنن. این استفاده از خلأ قانونی جرم نیست. قانون هنوز نوشته نشده، مثل خیلی از بحث‌های مالی دیگه دنیا که قوانین نوشته نشدن، بعضی‌ها میان ازش استفاده میکنن. و میگم مثالی که میتونم بزنم بحث سپر مالیاتی و فرار مالیاتی. شما این یه سری قوانین وجود دارن، اگه تو اون قوانین مالیاتی استفاده پیروی نکنی مجرمی، ولی اگه از خلاهای قوانین مالیاتی استفاده کنی و به مالیات ندی، مثل خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا،
این میشه سپر مالیاتی. این فرق بین خلاصه مطلب اینه که این فرق بین کاری که سیتی داره میکنه و کاری که بقیه تیم ها مثلا الان چلسی سالها کرده. چلسی از قوانین جلو بوده سالها. قوانین رو برای چلسی نوشتن، برای آبرامویچ و ورود سرمایه توسط آبرامویچ نوشته شده. این که حالا مثلا پول وارد میکرد، بازیکن‌ها رو به صورت عمده قرض میداد و این قوانین نوشته شدن و الان چلسی دیگه اون کارو نمیکنه، به دنبال خلاهای جدیده. اینا قانونیه، مشکلی نداره، ولی شما وقتی نص قانون رو میبری زیر سوال، خب دیگه مجرمی دیگه. حالا باید تصمیم در دادگاه مطرح بشه و شما مجرم شناخته بشی، ولی چیزی که به نظر میاد اینه که مجرم. من اگه میخوای یه مثلا میتونم از کارهایی که چلسی هنوز داره میکنه و قوانین براش وجود نداره میتونم بزنم که نشون بدم که ببین، حالا بگم اگر امورتایزیشن رو میخوای بگی که قانونش رو دارن میذارن که نه اون قانون بهش میگن چیز ویندفال اینکام، که ببین بعد از اون چیز که ببین هتل چلسی که پارسال از ببین چلسی دچار مشکل PSR بود پارسال، اومد هتلشو از خود باشگاه گرفت داد به یکی دیگه از زیر مجموعه‌های بلوکو که شرکت صاحب چلسی، تاد بولی از طریق بلوکو صاحب چلسی. دو تا یکی از این شرکت‌هایی که فقط در کاغذ وجود دارن یه هتل رو فروخت و یه درآمدی کسب کرد، درآمد سودی در واقع. باشگاه اومدن رای بذارن که جلوی اینو بگیرن، چون دقیقاً بعد از اینکه این فروخت بقیه باشگاه دیدن خب این قانونیه. در فکر می‌کنم چمپیونشیپ، لیگ پایینی لیگ برتر، 6 تا باشگاه اومدن استادیومشون رو فروختن به شرکت‌های سودی، درآمد کسب کرد. خب پریمیر لیگ اومد جلوی این قضیه رو بگیره، رای نیومد. 11 تا از 20 تا بهش رای دادن، 14 تا رای دادن. بس این کار قانونیه. چلسی اومد از این دوباره داره استفاده میکنه. امسال برداشته تیم فوتبال بانوانش رو که بعد از حسابرسی مشخص شد تو سال 3.6 میلیون پوند درآمد داشته رو اومده 175 میلیون فروخته به یکی دیگه از اون شرکتش. اومده از باشگاه چلسی گرفته داده به شرکت جدیدی که فقط کاغذیه، باش بیشتر از 50 برابر درآمد سالانه پول داده به صورت سوری برای این باشگاه. هیچ چیزی به جز یه استارتاپ خیلی نوآور تکنولوژی انقدر قیمتش نیست، ولی قانونی وجود نداره که جلوشو بگیره. این فرق بین قوانینیه که میگی قوانین در واقع انتزاعی هستن، قوانینی که هنوز نوشته نشدن، ولی وقتی اگه من سال دیگه بیای قانون بنویسی جلوی اینو بگیره بعد سیتی بره نقضش کنه، خب این فرق هستی که بین کاری که چلسی کرده و کاری که سیتی کرده. بله همه اینا، مرسی کیانوش. همه اینا که میگی من متوجهم که چی میگی. چلسی فقط اینا نبوده، اتفاقا اصلا چلسی باشگاهیه که از روی تخلفاتش میان قانون مینویسن که اون تخلفات رو جلوش رو بگیرن. همینطوری که میگی علاوه بر اینا که گفتی بحث فارمینگ بازیکن بوده. یه زمانی شما میدیدی که چلسی 60 بازیکن رجیستر داره توی تیم خودش که 35 تاشون رو قرض داده در باشگاه مختلف، که در نتیجه اومدن اون کپ تعداد بازیکن و کپ سقف تعداد بازیکنی که میتونی قرض بدی رو گذاشت که جلو این کار چلسی رو بگیرن. اصلا ترم فارمینگ از کار چلسی اومد. در ادامه اومدن برای دور زدن پنجره های 3 ساله مالی یوفا این بحث قسط های بلند مدت باشگاه رو سر قرارداد انزو فرناندز و قبلش هم سر قرارداد همین مربیشون که آوردن و از برایتون و 6 ماه بعد عرضشو خواستند، گرام پاتر، که همه تعجب کردن که اصلا قرارداد 8 ساله یعنی چی. دلیل 8 ساله بودن این قراردادها این بود که این می اومد پول خرید ریز ریز میشد توی قسطای مختلف که بره اون پنجره‌های مالی یوفا رو بیت کنه. ما همه اینا رو میدونیم، در جهان غیر فوتبال هم وجود داره. همون چیزی که خودت گفتی. من میخوام با این برم سمت دانا. ببین این یه بخشه، شما اینو بهش احترام میذاری، قبول میکنی، میگی آره قوانین وجود نداره. چلسی چیکار میکنه؟ لوپول قانون رو پیدا میکنه، میاد ازش سوء استفاده میکنه. ولی شما میگین چون قانون وضع نشده اوکی. ما یه چیز دیگه دارم به شما میگم. اگر اینطوری بخوایم نگاه کنیم به قضیه،
شما هی میگی که من هی به شما میگم آقا خب اوکی مشکل سیتی الان چیه؟ یه سری کارهایی کرده، دادگاهش هم قراره برگزار شه، یه جام رفته دادگاه ستل کرده یا تبرئه شده یا تجدید نظر خواهی کرده در اونجا به مشمول امور زمان شده، هر چیزی خلاصه قصر در رفته از این قضیه. آقا ما در همین جا در کشورهایی که خود شما هستی، خود دانا هست، در آمریکا، در کانادا، در آمریکا خصوصا، یک جرم مشابه و یک آدم فقیر و یک آدم پولدار انجام بدن، آوتکام خروجی اون قضیه در دادگاه ممکنه زمین تا آسمون فرق کنه. ممکنه برای یکی 15 سال زندان باشه، برای یکی ممکنه هیچ باشه. یعنی طرف بهترین وکیل رو میگیره میاره با 1000 تا داستان‌هایی که بلدن، کارهایی که بلدن، اولا دادگاه رو هی دیفر میکنه، همین میذارن عقب. همون جوری که گفتم فلان موشن رو تقاضا میکنن 2 سال بعد دادگاه برگزار میشه، نمیدونم فلان موشن رو درخواست میکنن موافقت میشه. خب شما اگر بخواید بحث قانونگذار رو و قانونمند کردن یه چیزی رو بپذیرید، خب باید این بخشش هم بپذیرید که جزئی از بازیه. یه آدمی که به منبع بیکران پول وصله مسلما به راحتی میره این لوپولا رو پیدا میکنه، این جاها رو پیدا میکنه و این کارا رو انجام میده. حالا من دانا تو دیگه هم به قول معروف کلوزینگ آرگومنت تو روی همین بیا. ببین میگم من این کلوزینگ آرگومنت عجیب و غریبی ندارم. باز تاکید میکنم یه بحث حساسیت روی سیتی ناشی از اینه که مالکش کشوره، نه فقط یه آدم پولدار. خب یعنی این که یه استیت مالک سیتیه بولتر میکنه این دور زدن قوانین و اینها رو. و حتی اتفاقا انومالی هم هست، یعنی باز بعدش درباره قوانین صحبت بکنیم میتونیم به این برسیم که یه آدم پولدار فقط نیست. و یه چیزی هم که هست این که درباره شخص حالا صحبت نمی‌کنیم دیگه، درباره یه باشگاه فوتبال صحبت می‌کنیم و پریمیر لیگ که چه بیلیون فالوور داره، میلیاردها آدم دنبالش میکنن و این چیزها رو ایجاد میکنه، این گفتگوها رو ایجاد میکنه. و برای همین میگم که تقصیر خود سیتیه که انقدر مثلا من با این موافقم، یعنی دلم میسوزه که چیز خوبی نیست. بذار اینجوری بگم که حس همدردی با پپ و بازیکناش دارم. خب یه تیم بی‌نظیر دارن، یه مربی بی‌نظیر دارن و اگر که بذاریم کنار که تخلف کردن این فونداسیون از کجا اومده، لایقانه قهرمان شدن. خب متمرتب این سایه میندازه روی کاری که کردن و بنابراین از جهت ورزشی حل شدن این پرونده به نفع خود پپ و به نفع وجه ورزشی سیتیه، کارنامه بازیکناش و کارنامه ورزشی مدیرانش. این اتفاقی که الان افتاده طبیعیه، این حرفا و اینا یه تخلفی کردی هی هم حل نمیشه، بعد اینکه هی بزرگتر و بزرگتر بشم خیلی عجیب نیست. وقتی نمیذاری حل بشه بقیه هی شروع میکنن باد کردنش دیگه، میگن چیکار کردن. این تقصیر خود سیتیه، نوعی که سیتی با قضیه مواجه شده و هندلش کرده. یعنی اگر که چه میدونم همون 1 سال و نیم 2 سال پیش میرفتن همکاری میکردن با پریمیر لیگ با هر حالا مجازاتی که میشد، میگم حس نمیکنم که چیزی بدتر از اون اتفاقی که الان واسه فارست یا اورتون در زمان خودش افتاده واسه شون میافتاد. نه حالا حسم اینطوریه، پیش بینیم اینطوریه. بنابراین اینطوری نیستش واقعا که مثلا بگه حالا من در جایگاه خوبی نیستم، یونایتدی ام، ولی چه میدونم یه آدم دیگر رو بیاری، خیلی موقع واقعا تقصیر خود سیتیه که کار به اینجا رسیده. فارغ از آدم دیگر آوردی دیگه. من اصلا تو پریمیر لیگ طرفدارش تیمی نیستم، میگم آقا کاملا لایقانه قهرمان شدن. آدم دیگر آوردی اینجا نشسته دیگه. آخه خب تو تو الان تکی اینجا، بقیه آدم‌ها یه چیزا باید ببین دیگه. تو توییتر مثلا کلی آدم دیگه هم هستن، مثلا هوادار رئال هم وقتی با سیتی بازی میکنن شروع میکنن مثلا گفتن 115 تا تو عملا اگر که میلان با سیتی بازی داشت مثلا که 115 تا تخلفو بهشون مینداختی تو توییتر. بحث اینه که چیزا میگم مدلی که خودشون اصلا بذاریم کنار که تخلف کردن، این که برای من واضحه که تخلف کردن، منتها حالا نمیگیم که مجرمن، میرن دادگاه معلوم میشه دیگه. منتها این مدلی که هندل کردن قضیه رو، جوری که سیتی با قضیه برخورد کرده، عامل عمده مشکلاتیه که الان وجود داره و حسب برخورد آدما، بقیه چی بگن، پپ مثلا بگن که نمیدونم این نبود فلان میشد کارش اینجوریه چی این نازل کردن کار بزرگی پپ و تیمش تقصیر خود سیتیه، تقصیر حرف بقیه نیست. بقیه حرف گزافه نمیزنن، سیتی خودش کار رو به اینجا رسونده. خب ما اینجا میخوایم این بحث رو ببندیم. منتها کیانش توی ساختار این بحث چیزی مونده که نگفته باشی؟
ببین من یه چیزی اولش یادم رفت بگم، گفتید به داور پول ندادن و اینا. این یه چیزی هست اصلا قابل اثبات نیست خب، ولی شاید آخه سوال داره. یه سری از داورای لیگ برتر پا شدن رفتن توی امارات سوت میزنن برای یه بازی، بیشتر از درآمد نمیدونم چند ماهشون کسب میکنن، برمیگردن میان دوباره تو لیگ برتر رقابت میکنن. اینا رو میگی شیخ منصور برده پولشون ده؟ من نمیتونی ثابت کنی که من بگم شیخ منصور برده، ولی آخه اصلا این چه کاری، چرا قانونی این هستن قضیه، چرا این شوخه باید ایجاد بشه؟ خب ساندروپول میرفت بازی پرسپولیس استقلال، ساندروپول میرفت بازی پرسپولیس سود میزنه. خب باشه صاحب لیگ برتر ایران در چیز در حالا ساندروپول کجایی بود؟ ساندروپول مجارستانی بود. خب در لیگ مجارستان که تیم نداشت که. میدونید این شوپه نباید ایجاد بشه که خلاصه ایجاد شده. حالا من دیگه بیشتر از این چیزی نیست. این قولتیه که من اصلا چی بدم. آره برن تحقیق کنن اگر چیزی نقص شده. ببین پس ما این مسئله رو به اینجا رسیدیم که جفتتون موافقین که باید صبر کنیم ببینیم رأی دادگاه در مورد سیتی چی میشه. اگر دادگاه پریمیر لیگ سیتی رو تبرئه کرد یا جریمه اندکی بهش داد در حد کسر چند امتیاز و اینا، این پرونده مختومه میشه و سیتی هم به حق این قهرمانی رو به دست آورده. رسیدیم آقا اینجا ببندیم بحثو. اوکی. من که حرفم همین بود. من اصلا تمام چیزی که میخوام اینه که این پرونده تموم بشه. یعنی مثلا این خیلی لوس شده بحثش دیگه. مثلا موافق اینم که زودتر تموم شه. بسیار خوب. ما یه چیزی وایس. پپم گفتش که چه به نفع پپه که این پرونده بسته شه. پپ تو این ماجرا که پرونده بسته نشه و سیتی محکوم نشه در چیز داره، سهم مالی داره. ببین پارسال اومد مثلا گفتش که نه ما تبرئه شدیم در قانون، و در اون دروغ گفت، تبرئه نشده بودن، ولی از لفظی استفاده که ما هیچ کار اشتباهی نکردیم. الان نمیدونم بحث جا نداره که بحثشو باز کنیم، ولی مثلا صاحب ژیرونا یه سهامدار عمدهش برادر پپه و فصل بعد ژیرونا میتونه یه بخشش دست سیتی گروپه، یه بخشش دست برادر پپ و فصل بعد این دوتا میتونن با هم دیگه همگروه بشن. خب نه اون که یه سری قوانینی وجود داره که جلوشو بگیره، مالک مشترک درصد قوانین توسط یوفا کلا کنار گذاشته شد. ببین کلا نقش برادر پپ همین در دور زدن قانونه که یه درصدی پر گواردیولا داره، یه درصدی سیتی گروپ داره و هیچ کدوم عمده درصد نیستن. همین باعث میشه که ژیرونا بتونه در فصل بعد به عنوان تیم نماینده لالیگا هم گروه با سیتی باشه، چیزی که نباید اتفاق بیفته ولی خب اتفاق میفته دیگه. از این دور زدن‌های قانونی داریم، سیتی هم داره استفاده میکنه همین الان. حالا مثالش زیاد علاوه قانونی هستش که اتفاقا حالا اینی که تو میگی که مثلا این دور زدن قانونیه، من مشکلم با این قضیه خیلی بیشتره، با اینکه حالا مالک 20 میلیون پول داده از جیب خودش آورده تو باشگاه خرج کرده. بسیار خب بچا دستتون درد نکنه جفتتون، با اینکه حالا اختلاف نظر زیادی داشتیم سر این موضوع. در مورد این بخش آخر بس من فقط میخوام یه اشاره‌ای بکنم، چون این موضوع یک ویدیو دیگر خواهد بود که دوست دارم حالا جفتتونم بیاین و حضور داشته باشین. دیگه فرصت نیست توی این ویدیو به صورت کامل بهش بپردازیم. فقط میخوام نظرتون رو بدونم در مورد ذات وجود قوانین مالی که هزینه کردن در باشگاه ها رو بخواد محدود کنه، یعنی بیاد به صورت سخت و سخت مثل چیزی که الان هست، بگی باشگاه ها باید بنیادهای مالی پولساز باشن و هزینهشون از درآمدشون باشه، چون ما میدونیم که این یک چیز جدیدیه. 100 سال فوتبال بدون این قوانین برگزار شده، یعنی یک سده که بخش زیادیش در دوران، حالا شما سنتون کمتره سن من بیشتره، فوتبال دهه 90 وجود داشت، این قوانین هم نبودن، خیلی هم فوتبال زیبایی بود، مشکلی هم وجود نداشت. علاوه این هزینه فایده اینو که من نگاه میکنم، این که یوفا خودش یک نهاد فاسده، هدفی که اومده گذاشته. ببین داستانی که ما باز به دوستان میگم تو مقاله‌ای که ما نوشتیم و فرپلی مالی توضیح دادیم، انگیزه یوفا چیزی که خودشون اعلام کرده بودن مقایسه چلسی بود از یک سو و لیدز یونایتد از سوی دیگر، که حالا به جز لیدز یونایتد باشگاه‌های دیگری هم بودن مثل فیورنتینا، باشگاهایی که مالکای پولدار میومدن توشون سرمایه گذاری میکردن و ناگاه
علاقهشون از دست میدادن، اینترستشون نسبت به تیمداری از دست میدادن، میرفتن کنار، پولشون میکشیدن کنار، باشگاه میموند با بدهی، بدبختی سقوط میکرد سری دی مثل فیورنتینا، مثل لیدز یونایتد. برای اینکه بیان جلو اینو بگیرن و از سوی دیگر جلوی چلسی شدن باشگاه رو بگیرن، اومدم این مجموعه قوانین گذاشتم. ولی من حرفی که دارم میزنم اینه که در نهایت این قوانین آنچه که مد نظرش بوده رو انجام نداده و اتفاقا همون جوری که الان داریم بحثشو میکنیم، صحبتشو میکنیم، باشگاه‌های مثل سیتی، باشگاه‌های مثل پاریس که بنیه مالی بسیار قوی دارن، یک کشور صاحبشون صندوق مالی یک رویال فامیلی، خاندان سلطنتی پشتش هست که پول فوتبال بهش پول خورده، خیلی هم راحت از اون لوپ هول های فارسیش چی میشه، سوراخ قانون استفاده میکنن و دور میزنن. آره چیزی هم سرش، بلایی هم سرشون نمیاد. هزینه‌شو تیم‌های کوچکتری میدن که همین قوانین یوفایی که میاد 30 میلیون یورو جریمه میکنه، یا مثلا 10 میلیون با بدبختی پول آورده تو باشگاه، دو تا بستنی خریده داده دست بازیکن، دو تا گرمکن خریده داده به بازیکناش، مثلا اون حساب میکنن به عنوان تخلف، آخر میاد جریمهشون میکنن و هیچ وقت این باشگاه فرصت ندارن که بزرگ بشن. چطوره که از دانا شروع میکنم، چطوره که تو با وجود این قوانین موافقی؟ یعنی چیه این قوانینه که احساس میکنی که فوتبال هم چیزی لازم داره؟ من لزوما با قوانینی که در این لحظه هست موافق نیستم. مثلا چیزی که تو ذهنمه چیز خیلی متفاوت تریه، یه چیزی اصلا، یه ایده، چیزی هم که واسم ایدئاله که اصلا قابل اجرا نیست دیگه در فوتبال امروز. یعنی قابل اجرا هست، به اون سمت دیگه کسی نخواهد رفت. یه نکته که هست، یه گرایی بده اون ایده چیه که قابل اجرا نیست؟ خیلی چپ‌طور به باشگاه‌های فوتبال نگاه میکنم و برام باشگاه فوتبال مصداق موزه و کتابخونه و چیز از این جنس دارن و خیلی هم مشکل دارم با اینکه باشگاه‌ها دارن میرن به سمت نهادهای خیلی مالی و بنگاه‌های مالی شدن و مدیریت آمریکایی. الان آفشوتاشو داریم میبینیم، اینکه مثلا پرمیر لیگ و هوادارا یواش یواش نمیتونن برن بازیاشو ببینن، هوادارهای لوکال تبدیل به مثلا چیز شده، سایت توریستی شده مثلا ورزشگاه پرمیر لیگ. خود انگلیسی‌ها و اون کامیونیتی محلیشون باید برن مثلا چمپیونشیپ رو ببینن، اتنتیک تره و از پسش هم برمیاد، پس خرجش برمیاد. چیزی که داریم میگی نزدیکی به حرف من که من میگم آقا این قوانین به سمت بدی برده. خب همین رو دارم میگم. خب میگم که چرا دفاع میکنی از وجودشون؟ خب میگم الان باز به اون میرسم که حالا که به اون سمت نمیره که باشگاه‌ها بخواد خیلی مثلا اونطوری هندل بشن، اونطوری مدیریت بشن که با اون نگاه چپی که من به قضیه دارم مدیریت بشن. حداقل چیزی که بایستی وجود داشته باشه یک سری قوانین ساستینبیلیتیه برای محافظت از خود باشگاه‌ها. مثلا سیتی قبل از اینکه اینا بیان بگیرنش، مالکش شروع داستان سیتی با تاکسین شیناواترا بود و بعد در اومد که آقا این آدم مثلا چه میدونم خلافکاره تو خود تایلند و چی مجبور شد بفروشه. یا یهو میبینی اتفاقی میفته که آبراموویچ مثلا چیز میشه، نمیتونه باشگاه چلسی رو نگه داره، بعد حالا شانس میاره یه تاد بولی جاش میاد مثلا میگیره. وقتی که خیلی آزاد باشه این خرج کردن، و تازه من با این فرضم میگم که استیتا ممنوع باشه باشگاه داشتنشون، یعنی انومالیه، سیتی و پی اس جی انومالیه، دو تا کشور اومدن یه باشگاه خریدن مثلا. خب این دیگه خیلی عجیب غریبه. دارم روی این حساب میکنم که آدم پولداری بیاد باشگاهی رو بخره، تو هم بذاری هر کار میخواد بکنه. اگر که یه روزی یهو اومد گفت حالا نمیخوام، اون وقت چی کار میخوای بکنی؟ اگه یهو مثلا گفت خب دیگه نمیخوام ببخشید من قطع میکنم، فرق این که حالا یه فرد پولدار یا یک استیتی بیاد باشگاه رو بخره با اینکه یه هج فاندی بیاد بخره چیه؟ هج فاند هم اوکی، گرچه خیلی مفهوم آمریکایی داره. هج فاندها معمولا آمریکایی ان، میان هج فاند. نه میخوام بگم خب اونم هج فاند همون دیگه، خب چه فرقی میکنه؟ هج فاند دولتی لایتناهی منابعش در قیاس با بقیه افراد. یعنی یک هج فاندی که مثلا مثل صندوق سرمایه‌گذاری عربستان که همونه دیگه. ببین در مفهوم اونم یه هج فاند دیگه، صندوق سرمایه‌گذاری عربستان. حالا مثلا آرامکو که تغذیه میکنه ازش، اون از پورتفولیو خودش تو استاک مثلا وال استریت تغذیه میشه. مالکیت دولتی داشتن بعدش بحث‌های ژئوپلیتیکال پیش میاره، یعنی بحث‌های سیاسی پیش میاره. مثلا در قبال همین سیتی هم می‌بینی که میگن که اینا جریمه نمی‌کنن چون مثلا روابط سیاسی امارات و انگلیس به هم می‌ریزه. آها پس منظورت اینه چون اوکی متوجه شدم. و جدای از اون منبع یک کشور لایتناهیه، داری درباره جی دی پی کلی کشور صحبت می‌کنی که میتونه اگه یارو دلش بخواد بریزه توی باشگاه. مثلا یهو دلش می‌خواد که ببره چه می‌دونم امسال 10 میلیون پوند، 10 من میلیارد. میگم اگه ایلان ماسک هم بیاد باشگاه مثلا
وست همو بخره همین مسئله پیش میاد دیگه. یارو مثلا 300 بیلیون سرمایه داره، یاد نمیدونم اون یارو کیه، بیزوس هم بیاد یه تیمو بخره همین وضع پیش میاد دیگه. 500 میلیون 600 میلیون براش پول ولی نیست. استیت نیستن اینا یه شخصیه که پول خودشه. بعدن اوکی پول خود باشه، یه شخصی باشه، استیت باشه، پول خودش نباشه، اوکی طرف بیاد خرج کنه تو باشگاه و نباید جلوش گرفت. خب همین. اگه آخه باز میگم برسیم اینکه استیت نباشه، شخص باشه. اگه شخص باشه بیاد خرج بکنه، یه جا دلش نخواد خرج بکنه، میخوای چی کار بکنی؟ میشه قوانینی گذاشت که محافظت کرد دیگه. مثلا قوانینی گذاشت که آقا مالک باشگاه اگر میخواد بره با بدهیاشو صفر کنه و بعد بره، مثلا نمیتونه یهو ول کنه بره. برای مثال من صحبتم همینه. الان تو دوباره برگشتی به اینکه باید یک سری قوانینی باشه. خب منم صحبتم همینه. من لزوما با قوانینی که حال حاضر هست موافق نیستم. بحث درباره سیتی هم این بودش که آقا یه سری قوانین بوده، فارغ از اینکه من باهاشون موافقم یا مخالف، یه سری قوانین بوده که حالا باهاشون مثلا ابلاج نکرد دیگه، مثلا رعایتشون نکرد. ولی آره خودت هم برگشت به اینکه یه سری قوانین بوده باشه محافظت از باشگاه‌ها. آره اینجا یه نقطه بذاریم، چون این موضوع یک ویدیو دیگر خواهد بود که ما برمیگردیم به نیچر و به وجود قوانین فرپلی مالی. منم محافظت از باشگاه‌ها یه چیزه، اینکه شما یه سری قوانینی بذاری که باشگاه‌های پولدار، باشگاه‌های متصل به استیت به راحتی دورش بزنن و هزینه‌شو باشگاه‌های کوچیک فقط بدن. این قوانین درست نیست. در مورد این من در مورد باید مخالفت ندارم. در مورد بحث سیتی بحث من چیز دیگه است. من دارم میگم از نظر من موفقیت ورزشی سیتی آنقدری که گفته میشه به دلیل این تخلفات و حالا چیزایی که بوده نبوده، شرط چیز رخ داده همه کردن. یوونتوس این همه تخلف داره، این همه مشکل داره، کسی نمیاد بگه آقا اگر شما پارسال دوم شدید بخواد. میگن اونا میگن، تو ایتالیا میگن که من مخالف اونم هستم. من حتی مخالف این بودم که با اینکه اون تخلفات جدی‌تر بود، تخلفات کالچوپولی، بحث تبانی و رشوه داور و این صحبت‌ها بود، اونا رو قبول دارم. بحث به اونجاها که میرسه بحث دیگریه. ولی من میگم یه سری قوانین مالی که امروز میتونه یه چیزی باشه، فردا میتونه یه چیز دیگه باشه، بس سر 5 میلیون 10 میلیون 15 میلیونه، اینا نباید بیسی بشه که شما موفقیت تیم رو باعث سوال ببری. اوکی من شما کلوزینگ آرگومنتتون رو گفتین، من دوباره اومدم روش حرف زدم، اشکالی نداره. یه دقیقه دیگه به هر کدومتون وقت میدم اینو ببندیم. ولی قبلش میخوام نظر کیانوش هم در مورد این ویدیوی بعدیمون که اصلا موافق هستی با وجود قوانین فرپلی مالی، قوانینی که هزینه کردن مالکان رو در باشگاه بخواد محدود کنه یا نه؟ ببین من اولش صحبتی کردم که این تزریق پول تورمزاست. این تورمزایی خودش به باشگاه کوچیک ضرر میزنه. اما صحبت همینه که باشگاه بتونه همه رقابت کنه. من با ذات این قانونی که الان وجود داره به خاطر خلاهایی که درش داره موافق نیستم. الان به طور مثال مثلا سیتی داره از این هولدینگ هاش استفاده میکنه برای جلو افتادن. این یه خلأ خیلی بزرگه. سابیو یکی از بهترین بازیکن‌های لالیگا رو اینا گرفتن 35 میلیون یورو. مثلا اون کل داستانش زیاده، حالا ما واردش اصلا نشیم. قوانین مشکل دارن، قوانین باید عوض بشن، ولی باید یه چیزی وجود داشته باشه تا بتونه تیم‌ها رو رقابتی کنه. حالا اینکه این قوانین از طرف کی تصویب بشن، ساوینیو البته منظورت بود دیگه. ساوینیو بازیکن ژیرونا رو آره ساوینیو میگن، ساویو هم میگن. ساویو هم میگن. اوکی. آره سرچ کنید ساویو هم میگن. حالا مثالش حالا هست، این اصلا بازیکن ژیرونا نبوده، بازیکن سیتی گروپ تروی، بازیکن تروی بوده. 3 سال پیش تروی میخریم، 2 سال پیش دیدن تروی اینو میخره، همون فصل اول میدنش به PSV اگه اشتباه نکنم قرضی. تروی سقوط میکنه، یه بازی هم بازی نمیکنه برای تروی. 6.5 میلیون تروی پول داده بوده برای این عدد از ترووا در واقع در لیگ فرانسه و سقوط میکنه. فصل بعد دوباره بازیکن قرض میدن به ژیرونا و یکی از بهترین بازیکن‌های لالیگا میشه. دوباره برای تیم اصلیش بازی نمیکنه و دوباره ترووا سقوط میکنه یه لیگ پایین‌تر. 2 تا لیگ سقوط میکنه در 2 سالی که این بازیکن اصلا بازی نکرده و بازیکن بدونه که یک بازی برای باشگاهش بکنه، به خاطر اینکه باشگاه صاحب سیتی گروپ با قیمت اسمی منتقل میشه به سیتی. این مشکل قانونه که چنین اجازه‌ای میده.
فقط قیمتی که تو ترانسفر مارکت مثلا براش نوشته بودن عملا دادن و یوفا با این موضوع مشکل نداره چون باعث گردش مالی میشه. همین مثلا چلسی رفته استراسبورگ خریده، داره میخواد دنبال اینه که همین کار رو انجام. این خلاهای قانونی که باید برطرف بشه، ولی نه ذات قانون باید وجود داشته باشه یه چیزی. حالا من بعدا میتونیم بهش صحبت کنیم، ولی من یه سوال دارم از تو، با یه سوال من ببندم. آیا اگر به طور مثال فصل قبل آرسنال یه دونه مهاجم تراز اول داشت، یک مهاجمی در حد نمیدونم هالند، در حد اصلا ما اگه پول داشتیم اوسیمن مثلا یه فصل قبل می‌خرید، آیا آرسنال قهرمان نمیشد؟ نه. آیا واسه در نکن به نظر من میشد. این که خب خیلی نظریه دیگه. من به نظرم اصلا روحی آرسنال هنوز یک قدم با اینکه تیمش تیم قهرمان باشه فاصله داره. شاید امسال بشه. من به طور مثال دارم میگم، من حرف من اینه که اون اختلاف بین باشگاه، حالا اونایی که سیتی رو چالش کردن تو این چند سال، یکی آرسنال یکی لیورپول، اختلافا اونقدر جزئیه که اون سرمایه گذاری تاریخی که در سیتی انجام شده باعث شده که اون اختلاف جزئی رو کسب کنه سیتی و بدون اون این قهرمانی‌های حداقل مداوم امکان پذیر شو بهترین هافبک انگلیس با اختلاف با بقیه هافبک‌ها رو پارسال گرفتین و آوردین توی آرسنال داد. یعنی اینطوری هم نیست که حالا شما نکرد که من نگفتم بعد بازی کرد، دارم میگم اون بازیکن خب از درآمد خود باشگاه اومده. استن کرونکه فکر میکنم بزرگترین زمیندار آمریکاست و بزرگترین امپایر ورزشی دنیا رو داره صاحب آرسنال، ولی یه قرون در آرسنال خرج نکرد، حالا خرج مستقیم نکرده. خب این فرق هست بین این دو تا. من دیگه قرار شد شما ببندید دیگه، من چیزی نگم. دانا تو هم یه دقیقه فرصت داری که دیگه واقعا من دیگه پشت سرش چی نمیگم و خداحافظی میکنم. همون آره با وایب مد نظرش درست همون. من خیلی موافق نیستم با چیزی که کیانوش میگه. یعنی اگه سیتی رو نگاه بکنی در طول این سالها توی رقابتش با لیورپول هم همیشه اینجوری بوده که کار رو تموم کرده. یعنی حالا یه موقع کار با 100 امتیاز تموم می‌شده، یه موقع کار با 85 امتیاز تموم می‌شده، یه موقع 90 امتیاز تموم می‌شده. خب یعنی توی همه این رقابت‌ها که بالاتر تموم کرده کار رو تموم کرده. حالا قبول 2 امتیاز 3 امتیاز 4 امتیاز بوده ولی رفته تا هر جایی که لازم بوده رفته. یه گرایی بهت میده که شاید در همین حد بس بوده، اون بقیه‌شو برده چه می‌دونم توی رقابت اروپایی مثلا وقت گذاشته یا چیزشو گذاشته، افورتشو گذاشته. بنابراین لزوما نمیتونی بگی که اختلاف خیلی کم بوده، یعنی اون اینسایتفول کامل نیست. یعنی از اون طرف میتونی نگاه بکنی که هر سال خب سیتی بالاتر تموم کرده دیگه، با اینکه اختلاف کم بوده ولی بازه این اختلافات زیاد بوده. مثلا کجا تموم کرد؟ اون چیزی هم که اشاره کردین سیستم مالتی کلاب داشتن باشگاه‌ها که هی داره بیشتر و بیشتر هم میشه. یعنی فقط سیتی و چلسی نیستن، یونایتد هم داره به اون سمت میره. نیست با یاد از دوست خوبمون علی شعبانی که فکر کنم 10 سال پیش اولین بار هی میگفت یونایتد باید باشگاه مالتی کلاب بشه، چند تا باشگاه بخره، بعد 10 سال به حرفش رسیدن. عرض به خدمت که میرن به اون سمت، یعنی اغلب باشگاه بزرگ به اون سمت میرن و باشگاه‌های کوچیک‌تر رو که بعضا ممکنه خیلی باشگاه‌های پر ریشه و سابقه و فلانی هم باشن رو تبدیل باشگاه‌های فیدر میکنن که یه بازیکن فقط توشون در بیارن. که خب غم انگیزه برای همون باشگاه‌های کوچیک‌تر اما پر سابقه و هم طرفداراشون. و اتفاقا اگه قرار قانونی هم باشه شاید یه چیزی که جلوی سیستم‌های چند باشگاهی رو بگیره چیز مفیدی باشه به عنوان قانون. بعد درباره سیتی هم که من از کافی حرف زدیم دیگه، یعنی حس می‌کنم که کلوزینگ آرگومنت رو گفتیم، حالا به ریکانسایل نمیتونیم بکنیم با هم دیگه در این زمینه، در این بحث به جای مشترک نخواهیم رسید. منتهای مراتب آرگومنت ها اونو گفتیم دیگه همه طرف. من و تو خصوصا تا یه جاهایی رسیدیم، یعنی به یه نقاطی رسیدیم که حداقل این که بچه ورزشی موفقیت سیتی رو زیر سوال نبردی خودش. درباره پپ با هم دیگه کاملا چیز داریم، کاملا توافق داریم. درباره شدت و اینکه سیستماتیکی سری قانون رعایت نکنی با هم دیگه خیلی نه این که مثلا کیانوش میگه که ما یه دونه اوسیمن اگه داشتیم ما میبردیم، حالا دیگه چیزی که نمیشه امکان برد بود. حالا نه فقط پارسال، کلا بود. این میگم خیلی درصد جلو افتادن سیتی چند درصد؟ 5%. خب این 5% چیزی که دانا گفت خیلی مهمه توی فوتبال.
مهم اونه که اگر 5% اگر خیلی حرف مهم، اگر 100 میخواسته 100 گرفته، اگر 104 میخواسته 104 گرفته، اگر 92 میخواسته 92 گرفته. اون کسایی که توی بطن فوتبال هستن میدونن یعنی چی. یعنی که آقا این تیم رو نمیشه گرفت. سخت. من وسط فصل قبل و این بحث مطرح شد، گفتیم آقا سخت فکر کردم به اینکه تیمی جز سیتی پریمیر لیگ رو ببره. و این فقط به این خاطر نیست که هالند داره. نه وقتی اون کیک میکنه دیگه رفته دیگه. تو یه نمیتونی بگیریش. تو 15 تا بازی پشت سر هم دیگه وقتی یه تیم میبره، وقتی اراده میکنه و همه رو میبره، اون منتالیتی که پپ توی تیماش میذاره، به خصوص حالا تو این سال اخیر در سیتی، خب یه چیزی که هیچ تیمی نداره. به جایی رسیده که شما اگر که میخوای توی رقابت با سیتی و پپ قهرمان بشی، رسما باید بری مثل این فصل آرسنال که میگفتم باید بره سیتی رو ببره تو خونه خودش. یعنی کار به اونجا رسیده. اگه میخوای قهرمان شی باید مستقیما سیتی رو شکست بدی. یعنی اگه میخوای که لیگ رو ازشون بگیری و نزدیکشون میتونی بمونی، کار به جایی میرسه که باید خود سیتی رو ببری تو بازی مستقیم باشون. مگه از پس بقیه برمیان. همه بازیایی که باید ببرن و میبرن. اون ران دیوانه‌وار ته فصلشون 10 تا 15 تا بازی آخر که دب کوپ همه رو میبرن و میرن، هر سال داره تکرار میشه، تکرار هم خواهد شد. بس سعی کن نزدیکشون بمونی و از خودشون امتیاز بگیری. بسیار خوب، ممنونم کیانوش عزیز، ممنونم دانا از اینکه وقت گذاشتید اومدید. ممنون از شما که تماشا کردید برنامه رو. امیدوارم که یه دید خوبی داده باشه به شما نسبت به موضوع. ولی همچنان اگر میخواید که به صورت خیلی منسجمتر و مدونتر از داستان باخبر بشید، مقاله کیانوش هست روی وبسایت ما، برید ببینید. مقاله دوست عزیزمون بهرام جعفری هم که در پاسخ به این مقاله نوشته شده هست، اون رو هم میتونید برید ببینید. و رأی دادگاه هم که فعلا قراره که سال 2025 اعلام بشه، تخلفات پریمیر لیگ، که حالا دوستان میگن سیتی در تلاشه که اون رو هم به تعویق بیاندازه. پس ما حداقل یک فصل دیگه در همین وضعیتی خواهیم بود که یا سیتی قهرمان میشه احتمالاً و بقیه میان میگن که این قهرمانی شما به حق نبوده. مینیمم. بسیار بسیار خوب، ممنونم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فراموش نکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگر دوستانی دارید که به فوتبال علاقه‌مندن توصیه کنید. به زودی بعد از این ویدیو ما با ویدیوهای تخصصی ترانسفر مارکت راجع به تیم‌های مختلف در خدمتتون خواهیم بود. به یونایتد، به آرسنال، به سیتی، به چلسی، به همه تیم‌ها خواهیم پرداخت. مرسی که ما رو تماشا کردید. تا خیلی زود، بدرود. And what I'm concerned is the fact that we won 11 titles in the last 5 years, being the 5 or 6 team spend net in the Premier League. So this is all I'm concerned what we have done so far. We work as it is because truly believe it. And when I defend the club and the people, it's because I work with them. And when I'm suspicious or the people accuse something, I ask to them, tell me about that. And when I said this was like this, like that, and like that, okay, I believe them. Because I said to them, if you lie to me, the day after I'm here, I will be out and you will not be my friend anymore.